ابتدای استقلالیت برای کل ساکنان تاجیکستان وزنین آمد. جنگی خونه برانداز تقدیر سوزی دیار حقیقتا هم کل ساکنان کشور را به تشویش آورد. تر و خشک دیار را به کامی بلا کشید. ولی از روی مشاهده های من از همه زیادتر فرهنگیان اذیت کشیدند. من شاهدی تشویش های زیادی شاعری ریاضت کشیده سفر ایوبزاده محزون بودم که سال 1992 از جانب همدیهگان به مرگ محکوم گشت. او اصلا گویا زندگی رو سبک پیش نظر می آورد. جدی فقط به ادبیات مشغول بود. شعر می خواند. بهترین گنجینه ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس رو از بر می دانست. ولی همین رفتار و کردار شاعر گویا به همدیهگان پسند نیفتاد و آنچنان زندگی او را به تنگ آورد که همه کار را پرتافته به دهقانی مشغول شد. در دهه باغ حبیبی ناحیه مومن‌آباد که از شهر کولاب همگی 3 کیلومتر بالاتر جایگیر است، برای شاعر دیگر امکانی راه‌اندازی کردن یگان عمل دیگر باقی نمانده بود و در تپه شکربلند که اونجا به زور 2-3 ماه آخری زمستان و اولی بهار سبزه میروید، دیگر همه وقت خشک است. توصیه دادند که تنها زغیر امکانی زغیر سبز کردن هست و او زغیر کشت. و همون سالها اگر یاد داشته باشید مردم غله های خود را روی راهی ماشین می برآوردند و امکانی از رفتش چپر زدن و کوفتن نبود. برای همین از یگان ماشینی که میگذشت استفاده برده همون غلهشون رو درویده روی راه ماشین میپرتافتند و وقتی که ماشین ها در رفت آب میشدند میشکست و بود کرده حاصلش رو جمع میکردند. ایوبزاده هم همراه کودکانش که اون شب روز 5 کودک نابالغ داشت، هنوز یگان نفرشون مکتب خون نبود، همراه زن و فرزندانش زغیر کاشتند، اون رو درویدند، جمع کرده آورده روی راه ماشین پرتافتند که متاسفانه چلی که میگویند کمبغل رو بالای شتر هم سگ گزیده است. یک قماندانی مست با ماشینی نیسان پترول از کولاب آمده جانبی ناحیه اون وقت شوراباد امروز شمس‌الدین شاهین میگذرد و وقتی که با شست بلند میآید ایوبزاده با کودکانش خود را از راه یک طرفه میگیرند و او تمامی همون حاصلی روی راه پرتافته شاعر رو تیت و پریش میکند. او همراه کودکانش آن رو از سر جمع میکند، باز شیبه میزند، روی راه تنگ میکند که همون ماشین از بالا میآید. اونچنان به شست میآید که دیگر امکانیتی یگان عمل رو راه اندازی کردن نیست و همین قدر میکند شاعر با کودکانش که با خود رو کنارتر میگیرند و این مراتبه اومده تمامی خس و پخال زغیر رو تیت و پریش میکنه که دیگر هیچ امکانیت جمع کردنش نیست و 3-4 بوته اون رو دست میگیرد، میبیند که غیر خس قاق دیگر چیزی باقی نمانده. بعد بداهتا از قفای قماندان ایجاد میکند: کماند در لحد زنغر، بمیرد جمله پالکی تو. چی میگویم جواب آخر من این پالکی صغیرم را. و گرد جمع میکند، جوبجو میکند و میبیند که هیچ یگان حاصل نمانده است. برای همین باز به غضب میآید، این مراتبه دغلتر میگوید. اصلا ایوبزاده
کسی که میدونست، کسی که با او هم نشین بود، کسی که با ایجادش آشنا بود، یگان وقت گپی سخت زدن، سخنی درشت گفتن اونو کسی یاد ندارد. لیکن وقتی که آدم رو زور می اومد است، هر چیز میگفته است. بعد اونو می تکاو جانبی قبله حسنی کلوب میگرده و بعد میگه که نماند غیری پخال قاق کیمچی من، برو در غار بیود زن پخالم را و کیمچی چیزم را. گفته حقارت میته و بعد بگو آهسته آهسته فرومده. من که اون وقت در شهر زندگی میکردم، نزد من اومده این قصه رو نقل کرد و گفت که به هر حال من ضرر ندیدم از این رفتار قماندان. یک شعر بسیار عجیب ایجاد شد با نام حسرت صغیر و این شعر یعنی حسرت صغیر در چند مجموعه شعر جا شده است. در غیر از همون قسمتی بسیار دقلی که در وقت احساسات و مخاطب روانه شده بود، بسیار یک شعر عالی ایجاد گشت که حقیقتا هم ماندگار هم هست. شکسته رسم دهقانی اولاد فقیرم را، بروی راه ماشین پهن کردم من صغیرم را. با امید شود روغن کنم خرسند دیگم را، همان دیگ ندیده روی روغن دیرم را. یکی جیپ به شست آمد قماندان بود مست آمد، به فیض آباد با بادش ربود یاران صغیرم را. دلم گردید گرچه خون به صد رنج نمودم غم، بده غیرت خدا گفتم تو این جانی دلیرم را. یکی باز آن بالا آمد زیبالا برقصا آمد، چو روبه کرد بی غیرت دلیری های شیرم را. صغیرم رفت تا ورزا با ماشین آن قلاب، چو کجکولی گدایان کرد هر دو چشم سیرم را. کمانت در لحد زنغر بمیرد جمله پاکی تو، چی میگویم جواب آخر من این پاکی صغیرم را. چکل که یادآور شدیم کودکای ایوبزاده اون وقت همگی نابالغ بودند، حتی یگان نفرشون هنوز مکتب نمی رفتند و حقیقتا هم گرسنه هم بودند و هیچ چیزی در خونه خصوصا مردم کلوب در اون شب روز در سال 1992 نبود، چون که با دستوری مخصوصی اپوزیسیونی اون وقته که برای آنها با ایوبزاده را بسیار تحقیر هم کردند در زادگاهش، کلوب با گرسنگی سرتاسری گرفتار بود و مردم تمامی یافت و تافتشان رو با آخر رسانده، چیزی پیش می اومد می خوندن. و در همین مورد ایوبزاده باز شعر ایجاد می کرد، تکیه به ادبیات زندگیش رو پیش می برد.